از کلمه خجالت متنفرم. یعنی انقدر بدم میاد من از این کلمه، حتی اگه یکی بهم بگه، حتی یکی انجامش بده، من خیلی بدم میاد، نمیدونم چرا. آقا آدمی که میخواد ببخشید یه پس فردا زندگی اداره کنه، میخواد یه بیزینسی رو اداره و مدیریت بکنه، مگه باید خجالت بکشه؟ اصلا چه معنایی میده برای مرد؟ من نمیگم من نیستم و نه، منم هستم، منم خیلی کارا رو نمیتونم انجام بدم، اما باید بتونیم. الان مثلا بیا من اینجا در اون پنجره باز آدم اونجا واسه من دارم صحبت میکنم، خب که چی؟ و خجالت بکشم؟ مثلا فلسفه خجالت رو نمیفهمم، یا حداقل نمیفهمی، حداقل برای مرد نیستش. نکش خجالت، خیلی چیز بیخودیه، آشغاله و پررو باشی. ببین منم نیستم، دارم بهت میگم، ولی آدمی که پرروه جاش همه جا هست. یعنی آدم پررو سرآخر برنده بازیه. اگه پررو نباشی چنان این دنیا، چنان این طبیعت تو گوشت میزنه، 3-4 دور خودت میچرخی. آره خلاصه پررو باشین، پررو بودن خیلی خوبه، عالیه، عالی، نایس.